به این فکر کردین اگه خواسته‌ای که دنبالش بودین همین الان اتفاق بیفته چه احساسی خواهید داشت؟ چقدر انتظار برآورده شدن خواسته‌ای رو میکشید؟ اگه بهش برسید چه احساسی پیدا میکنید؟ آیا میتونین اون احساس رو همین حالا داشته باشین؟ جذب معجزات زندگی و خواسته ها به میزان انتظار شما و احساس شما بستگی داره. شاید هر کدوم از ما دیدگاه متفاوتی نسبت به معجزه داشته باشیم، اما در واقع معجزه برای ایجاد چیزی هست که احساس میکنیم بدون کمک نیروی برتر نمیتونیم انجامش بدیم و نیاز به مداخله خدا داریم. هر کدوم از ما ممکنه معجزات و راهنمودهای اتفاقی رو توی زندگی شخصی خودمون تجربه کرده باشیم که نمیتونیم اونو انکار کنیم. به عنوان مثال ممکنه که توی ذهن خودمون به یه دوستی فکر بکنیم، ناگهان تلفن زنگ میخوره و اون دوست با ما تماس میگیره. یا گاهی اوقات به طور تصادفی به مسئله فکر میکنیم و در کمال تعجب 1 ساعت بعد اون اتفاق رخ میده. این لحظات ممکنه بارها و بارها برای شما رخ داده باشه، اما به این دلیل که اونها رو باور نداریم باعث تعجب شما میشه. بعضی اوقات این اتفاق اونقدر بر وفق مراد ما هستن که باور کردنی نیست. ممکنه این اتفاقات از نظر ما تصادفی باشن، اما در حقیقت چیزی بیشتر از یک رویداد تصادفی است. این همزمانی اتفاقات توی زندگی همون معجزات و راهنمودهای الهی هستن که شما رو به سوی اونچه که نیاز دارین هدایت میکنن. هنگامی که با فرکانس انرژی سرشار از محبت الهی همتراز میشید، یاد میگیرید چگونه میتونین فراتر از حد و مرزهای این دنیای مادی زندگی کنید و پذیرای راهنمایی‌های نیکو و منظم پروردگار باشید. یاد میگیرید چطوری افکار وسواسگونه خودتون رو که حاصل تجزیه و تحلیل کردن اوضاع و شرایط رها کنید و بر اساس الهام و شهود عمل کنید و میتونید نسبت به حمایت شگفت‌انگیز پروردگار که درون و بیرون شما وجود داره آگاه بشید. بنابراین اگه ما میتونیم توی آشکار شدن معجزات شرکت کنیم، چی کار باید بکنیم؟ چه هزینه‌ای برای ما خواهد داشت؟ دکتر جو دیسپنزا در این زمینه میگه که ذهن شما قدرتمندترین ابزار برای تغییر دادن زندگیتونه. با تغییر ذهن میتونین واقعیت فیزیکی رو تغییر بدین. در اولین قدم برای خلق خواسته ها باید هماهنگی مغز و قلب برقرار بشه. همه در مورد تجسم و ذهن صحبت میکنن، اما قلب رکن بسیار مهمیه. باید قلب شما سرشار از احساس و هیجان هماهنگ با خواسته ها باشه. شما میتونید بارها جملات تلقینی مثل من ثروتمند میشم یا من سلامتی رو به دست میارم تکرار کنید، اما تا وقتی بدنتون در احساسات منفی و ناراحتی گرفتار باشه این تلقینات بیفاید است. جملات تلقینی باید از مغز خارج بشن و در کل بدن اثر بذارن. در ادامه چند مورد از کارهایی که برای ایجاد معجزه به شما کمک میکنه، همچنین چند توصیه از دکتر جو دیسپنزا برای تحقق پیدا کردن هر چه زودتر معجزات خواهم گفت. پس آخر ویدیو با من همراه باشید. گام اول، باور کنید وقوع معجزات یک امر طبیعیه. هنگامی که با کائنات هم نوا میشید، به طور اسرارآمیز و معجزه آسایی شروع به تجربه اتفاقاتی توی زندگی میکنید که همزمان با هم رخ میدن. این همزمانی اتفاقات در ابتدا ممکنه تصادفی و غیر قابل توجیه به نظر بیاد، اما هر چقدر ایمان شما به خدا بیشتر باشه، رخ دادن همزمان رویدادها براتون عادی‌تر جلوه میکنه. وقوع معجزات امری طبیعیه. در حقیقت انسان موجودی است با غریزه سرشار از عشق و آرامش که به صورت طبیعی با عشق الهی در ارتباطه. آنچه به دور از سرشت انسان بوده و غیر عادی به نظر میرسه، وجود ترس و نگرانیه که مانع برقراری ارتباط انسان با خالق خودش میشه.
هنگامی که به وجود عشق الهی ایمان داشته باشید و اجازه بدید این عشق از طریق شما جاری بشه، در نتیجه از موهبت‌ها و هدایت الهی بهره مند میشید و معجزه رخ میده. گام بعدی در جهت اندیشیدن به این موضوعه که چطور میتونیم توی هر اتفاقی به دنبال تجربه عشق باشیم. هنگامی که آگاهانه توجه خودمون رو بر روی عشق و لذت بردن از زندگی متمرکز کنیم، قادر به باز کردن روزنه‌هایی به منظور دریافت معجزات میشیم. اغلب انسان‌ها گرفتار تمرکز کردن بر روی مسائل اشتباه میشن. به این فکر کنید اگه تمرکزتون رو روی موارد مثبت بذارید چه اتفاقی میفته؟ سعی کنید در طول روز آگاهانه به دنبال یافتن عشق در هر رویدادی باشید. به منظور شروع این فرایند روز خودتون رو با خوندن این دعا شروع کنید. من تمام توجه خودم رو معطوف انرژی سرشار از عشقی که در اطراف من وجود داره کردم و در انتظار وقوع معجزات میمونم. چندین مرتبه خوندن این دعا رو تکرار کنید و قدرت موجود در کلمات اون رو با تمام وجود احساس کنید. بدونید که تمایل شما به بیان این کلمات با صدای بلند به شما قدرت میده. هنگامی که توی زندگی در جستجوی عشق باشید، مطمئن باشید که به طور فعالانه‌ای با کائنات به منظور رسیدن به یک ذهنیت شگفت‌انگیز همکاری میکنید. به خاطر داشته باشید که یک دگرگونی ساده در ذهنیت شما خودش یک معجزه است. معجزات میتونن شامل وقایع پیچیده یا رویدادهای بسیار ساده در زندگی باشن. گام سوم، برای همه چیز شکرگزار باشید. قدردانی یک تغییر دهنده زندگی است. وقتی برای چیزی که در مسیر رسیدن به شماست سپاسگزار باشید، کل انرژی شما تغییر میکنه. شما از تاریکی وارد نور میشید. دیدگاه شما از کمبود به فراوانی تغییر پیدا میکنه. شما برکات الهی بیشتری به دست میارید. چون با طبیعت بخشنده خالق هماهنگ شدید. شما نه تنها برای چیزهای بزرگ بلکه برای تمام جزئیاتی که زندگی شما رو بهتر میکنه باید سپاسگزار باشید. حتی در مواقعی که احساس میکنید مشکلات زندگیتون خیلی بیشتر شده. هرچه قدردانی بیشتری احساس کنید و ابراز کنید، چیزهای بیشتری برای قدردانی پیدا میکنید و بیشتر دریافت میکنید. وقتی در حالت شکرگزاری زندگی میکنید، افراد و فرصتها و نعمتها به طور معجزه‌آسایی توی زندگی شما ظاهر میشن. و اما مورد بعدی، استفاده از کلمه نمیدونم چه کار کنم رو به عنوان بهانه برای انجام ندادن کارها متوقف کنید. فقط به این دلیل که دقیقاً نمیدونید چه کاری باید انجام بدید، این به این معنی نیست که هیچ کاری انجام ندید. هنگامی که شما یک قدم مثبت توی زندگی خودتون برمیدارین، راهی به جلو برای شما ظاهر میشه. ممکنه قدم مثبتی که برمیدارید با اقدامی که میخواید انجام بدید هماهنگ نباشه. تعجب نکنید. توی هر قدم مثبتی برای شما یک نشون است. اقدامات مثبت پاداش مثبت رو به همراه داره. هر چقدر اقدامات مثبت بیشتری انجام بدید، پاداش بیشتری دریافت میکنید. گام پنجم، از روال همیشگی خودتون خارج بشید. احتمالاً این جمله رو شنیدید که اگه همیشه کاری رو انجام میدید که قبلا انجام میدادید، خب مسلماً همون چیزی رو دریافت میکنید که قبلا دریافت میکردید. اگه کسی بارها و بارها کاری رو انجام بده، اغلب نتایج یکسانی دریافت میکنه. همه ما باید مایل باشیم که از کارهای روزمره خودمون خارج بشیم. افقهای دید خودمون رو گسترش بدیم. از منطقه امن خودمون بیرون بریم. مطمئناً ممکنه در طول مسیر به مشکلات و چالش‌هایی بر بخوریم، اما در نهایت شجاعت شما پاداش داره. معجزات فراتر از درک شما نیستند، اما ممکنه لازم باشه برای دریافت معجزاتی که آرزوش رو دارید دامنه بعد معنوی و مادی خودتون رو افزایش بدید. و اما گام بعدی، سعی کنید از دخالت کردن در مشیت الهی دست بردارید.
هنگامی که انسان مشغول دعا خوندن میشه، از دخالت در مشیت الهی دست برمیداره. با خوندن دعا به صورت روزانه شما احساس همنوایی با پروردگار میکنید و از حمایت الهی برخوردار میشید. ارتباط شما با خالق هستی در همه چیز و همه کس نمود پیدا میکنه. به هر چی فکر میکنید بلا فاصله توی زندگیتون ظاهر میشه و هر چیزی رو که اراده کنید به واقعیت تبدیل میشه. با تمرین کردن میتونید همیشه ایمان خودتون رو با خداوند حفظ کنید. سعی نکنید در طرح و برنامه الهی دخالت داشته باشید. ایمان و دخالت نکردن در امور الهی به شما احساس آرامش میده و این آرامش درونی منجر به دریافت راهنمودهای الهی میشه. مادامی که تسلیم امر پروردگار میشید و متعهد میشید که بهترین ها براتون رقم بخوره، تمام اونچه که احتیاج دارید پیش روی شما ظاهر میشه. و اما مورد هفتم، به دیگران کمک کنید تا معجزاتی رو که برای اون دعا میکنن دریافت کنند. تلاشی که برای کمک به یک کودک محروم انجام میدید تا تحصیل کنه میتونه زندگی اون رو برای همیشه متحول کنه. حرفهای محبت آمیز و تشویق شما میتونه به کسی اعتماد به نفسی رو بده که باید به دنبال شغلی بره که به اون نیاز داره. به عنوان یک امتیاز اضافی وقتی این کارها رو انجام میدید تا به دیگران کمک کنید معجزاتشون رو تجربه کنند، سعادت بخشنده بودن رو تجربه میکنید. این یک هدیه بسیار معجزه آساست که باید به خودتون بدید. و اما مورد بعدی، به هدایت نیروی قدرتمندتر از خودتون اعتماد کنید. همه ما یک هدایت درونی در وجود خودمون داریم، یک GPS الهی که میتونه به ما کمک کنه تا به جایی که میخوایم برسیم. وقتی به جای اون سیستم هدایت درونی به صدای ذهن خودمون گوش میدیم، از مسیر دور میشیم. ممکنه گیج کننده و غیر منصفانه به نظر برسه که همون عقلی که تا الان به ما کمک کرده تو زندگی خودمون به اینجا برسیم، وقتی صحبت از جنبه‌های واقعا مهم زندگی میشه به ما خیانت میکنه. اما با این حال حکمت الهی هر بار به ذهن ما غلبه میکنه و از این جهت هیچ استثنایی وجود نداره. GPS شما توی ذهن شما نیست، در قلب شماست، در روح شماست. وقتی اونو تنظیم میکنید و وقتی به چیزی که به شما میگه اعتماد میکنید، معجزه ها رو به زندگی خودتون دعوت میکنید. و اما مورد بعدی، ایمان خودتون رو قوی تر کنید. به نظرتون چه اتفاقی میفته و زندگیتون به چه شکلی میشه اگر میدونستید همیشه مورد حمایت و هدایت الهی هستید؟ ایمان به خداوند چه احساسی رو در شما زنده میکنه؟ بیایید با هم عبارتی رو که موجب تقویت ایمان میشه بسازیم. این عبارت به ما کمک میکنه به طور مداوم با خالق خودمون در ارتباط باشیم و از حمایت اون توی زندگی بهره مند بشیم. هدف از نوشتن این عبارت شعله‌ور شدن احساس عشق به خداوند و بهره مند شدن از نیروی الهامه. در حقیقت این عبارت به ما کمک میکنه به اون چیزی که دوست داریم تبدیل بشیم. عبارتی که من برای تقویت ایمان خودم استفاده میکنم این هست: من میدونم که پروردگارم منشأ انرژی سرشار از عشقیه که تا ابد ادامه خواهد داشت. همچنین میدونم مادامی که بتونم به واسطه افکار، اعمال و باورهای خودم با این منبع انرژی سرشار از عشق هم نوا باشم، میتونم با کمک عشق الهی واقعیت زندگی خودم رو بسازم و از تمام لحظات اون لذت ببرم و نور درونم رو به محیط پیرامون منتشر کنم. هدف از ساختن چنین عبارتی ایجاد یک تحول درونیه. عبارت ویژه خودتون رو که موجب تقویت ایمان قلبی شما به خداوند میشه بسازید. سعی کنید هیچ کلمه ای رو ویرایش نکنید. هر چیزی که به ذهنتون میاد رو بنویسید. سعی نکنید بیش از حد به درست یا غلط بودن اون فکر کنید. فقط اجازه بدید قلمتون روی کاغذ آزادانه حرکت کنه.
شما میتونید هر زمانی که اراده کردید عبارت ویژه خودتون رو تغییر بدید. و اما گام آخر، سعی کنید نسبت به عبارتی که برای تقویت ایمان خودتون نوشتید متعهد بمونید. اکنون که برای تقویت ایمان خودتون نسبت به خداوند صاحب عبارت ویژه شدید، وقت اون رسیده که از این عمل لذت ببرید. سعی کنید ظرف 24 ساعت آینده ایمان خودتون رو به خداوند حفظ کنید. کار خودتون رو با خوندن عبارت ویژه و با صدای بلند شروع کنید. من به ارتباطی که با خالق هستی دارم اطمینان داشته و ایمان دارم که توسط خداوند هدایت میشم. سعی کنید 24 ساعت آینده رو با اتکا به ایمان خودتون به خداوند سپری کنید. هنگامی که احساس کردید اتفاقاتی به طور همزمان در زندگیتون رخ میده، اون رو به فال نیک بگیرید و بدونید که این نشانه ها از همنوایی با کائناته. ایمانتون رو به خداوند در طول روز محک بزنید. همنوا شدن با کائنات رو به یک تمرین سرگرم کننده تبدیل کنید. این تمرین رو با ذهنی باز انجام بدید و از اون لذت ببرید. سعی کنید سفر معنوی خودتون رو با لذت به پایان برسونید. هنگامی که انتخاب می‌کنید آشفتگی‌های ذهن خودتون رو رها کنید و به ترس‌ها و نگرانی‌هاتون پایان بدید، به نور الهی درون خودتون اجازه میدید که شما رو در رسیدن به آرزوها و خواسته هاتون یاری کنند. خلاقیت شما نمایان میشه و تجارب جدیدی رو در زندگی تجربه میکنید. سعی کنید این تمرین رو در تمام لحظات زندگیتون به کار ببرید و با جریان عشق الهی همراه بشید. هر روز اهداف مثبتی رو برای خودتون در نظر بگیرید و این رو بدونید که هنگامی که اهداف مثبتی داشته باشید، پیام واضحی رو به کائنات ارسال می‌کنید که آماده پذیرش حمایت الهی هستید و این تمام کاریه که باید انجام بدید. در حقیقت تمام اون چه که باید انجام بدید اینه که صبور باشید، از زندگیتون لذت ببرید و به وقوع معجزات ایمان داشته باشید. و اما جو دیسپنزا در این زمینه میگه که ذهن شما قدرتمندترین ابزار برای تغییر دادن زندگیتونه. با تغییر ذهن میتونین واقعیت فیزیکی رو تغییر بدین، اما این فقط به تجسم و تصویرسازی محدود نمیشه. در اولین قدم برای خلق خواسته ها باید هماهنگی مغز و قلب برقرار باشه. همه در مورد تجسم و ذهن صحبت میکنن، اما قلب رکن بسیار مهمیه. باید قلب شما سرشار از احساس و هیجان هماهنگ با خواسته شما باشه. جذب معجزات زندگی و خواسته ها به میزان انتظار شما و احساس شما بستگی داره. چقدر انتظار برآورده شدن خواسته ای رو میکشید؟ اگه بهش برسین چه احساسی پیدا میکنین؟ آیا میتونین اون احساس رو همین حالا داشته باشین؟ فراموش نکنید که شما یک موجود فیزیکی نیستید که تجربیات معنوی داره، بلکه شما یک موجود معنوی هستید که تجربیات فیزیکی داره. وقتی این موضوع رو بفهمین، به منبع انرژی عظیم الهی متصل میشین. اگه میخوای ثروتمند بشی، نباید احساس کمبود کنی و اگه میخوای در سلامت باشی، نباید احساس ناامنی و ترس کنی. در مورد افرادی که خواسته ها و آرزوی شما رو داشتن و موفق شدن مطالعه کنید و ویژگی های اونا رو توی خودتون پرورش بدید. شما در فرایند رسیدن به آرزوها باید تغییر کنید و این تغییر ابتدا از شیوه تفکر شما آغاز میشه. شما فقط زمان موفق میشید که شخصیتتون رو مطابق با آرزوهاتون تغییر بدید. شخصیتی که واقعیت رو میسازه. شخصیت از احساس، فکر و عمل تشکیل شده. وقتی انسان جدیدی شدین، واقعیت جدیدی خلق میکنید. به همین سادگی این فرمول شما رو در کمترین زمان ممکن به نتیجه میرسونه. صبح که از خواب بیدار میشین، به مشکلات و کمبودها فکر نکنید. به خواسته ها و آرزوهاتون فکر کنید. و اما دکتر جو دیسپنزا در این زمینه راهکاری داره. اون میگه که 5 صبح قبل از طلوع خورشید زمان خاصیه و مغز شما به ناخودآگاهتون متصله. از طرفی سطح ملاتونین در این تایم در بالاترین سطح خودش قرار داره. پس این زمان برای یک مراقبه درونی عالیه.
آینده دلخواهتون رو تصور کنید و احساسش کنید. توجه و مرکز فکر شما هر جا که باشه، انرژی شما همونجاست. روز خودتون رو مشابه همیشه شروع نکنید. اگه همیشه مواقعی که از خواب بیدار میشید همون کارهای قبلی رو انجام میدین و یک روند تکراری رو همیشه طی میکنین، این باعث میشه که هر روز همون حس همیشگی رو داشته باشید. پس وقتی صبح بیدار میشین کار متفاوتی انجام بدید و روزتون رو متفاوت شروع کنید تا حس متفاوتی داشته باشید و تغییرات وارد زندگیتون بشن. دقت کنید که تفکرات ثابت باعث انتخاب‌های ثابت میشن و انتخاب‌های ثابت باعث رفتارهای ثابت میشن. رفتارهای ثابت باعث تجربیات ثابت میشن و در نهایت زندگی شما همیشه در همین وضعیت ثابت میمونه و تغییرات قابل توجهی نمیکنه. پس رعایت این توصیه ها از جو دیسپنزا باعث میشه خالق زندگیتون باشید. امیدوارم که از این آموزش لذت برده باشید و هر چه زودتر آرزوهاتون رو رقم بزنید.